ببینید الله سبحانه و تعالی از زبان پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ما میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله سبحانه و تعالی حالت هیچ قومی رو تغییر نمیداد تا اینکه آنها خودشان را تغییر بدن. همونطوری که در صحبت‌ها ذکر کردم که الله سبحانه و تعالی برای ما رهبر از آسمان نمیفرستد. الله سبحانه و تعالی برای ما یک رئیس جمهور خوب، یک پادشاه خوب از آسمان نمیفرستد. ما باید تربیت بکنیم، ما باید رهبر بسازیم، ما باید رئیس جمهور، ما باید پادشاه، ما باید خلیفه برای مسلمان ها بسازیم. به همین شکل حالت یک امت وقتی تغییر می کند که این امت خودشان را تغییر بدن. امروز بدبختی ما مسلمان ها، ظلم ما مسلمان ها، جنایت ما مسلمان ها به حدی رسیده که امروز جنرال باباجان کمونیست، جنرال نبی عظیمی کمونیست و فرید مزدک و دیگرانی که شخصیت های مشهور و نامدار جنایتکار کمونیست بودن، اینها به این اندازه پررو شدن، بی حیایی به این حد رسیده که اینها میان امروز در مورد دموکراسی صحبت میکنن، در مورد حقوق انسان صحبت میکنن، در مورد آینده افغانستان صحبت میکنن. و اون جنایتکاری که صدها هزار افغان را زنده به گور کرده، دکتر نجیب رئیس به اصطلاح خارج بود در افغانستان قبل از اینکه رئیس جمهور بشه. و جنایت هایی که این انسان انجام داده امروز شاید به صدها هزار هموطن ما زنده و مرده شو است. از قوم و خویش ما، کسانی که در زمان این انسان خبیث زنده به گور شدن، نصف شب آمدن از خانه گرفتن تا امروز همسرش، فرزندانش منتظر هستن، میگن که شاید یک روزی برگردد. این انسان میشه شهید، این انسان میشه یک انسان وطندوست، این انسان میشه یک انسان به اصطلاح شریف و هر سال برای او سالگرد میگیرن. چرا؟ چون ما مسلمان ها چی کار کردیم؟ به نام حزب و جمعیت به جان هم افتادیم، به نام تنظیم به جان هم افتادیم، به نام ازبک و تاجیک و پشتون به جان هم افتادیم، به نام حنفی و سلفی و فلان به جان هم افتادیم. امروز باور به خدای بکنید خواهر گرامی، گرچه ما در اون زمان کودک بودیم، نبودیم در اون زمان، اما دیدیم از بزرگان ما. امروز ما در یک مجلس می نشینیم در مقابل یک کمونیست، در مقابل یک جنایتکار، در مقابل یک وطن فروشی که افغانستان را به روس‌ها فروخته و کمونیست‌ها فروخته، زبان نداریم که حرف بزنیم. از چی بگید؟ جنگ‌های تنظیم‌ها را به رخ ما می‌کشند، ازبک کشی و هزاره کشی و پشتون کشی و تاجیک کشی را به رخ ما می‌کشند، رهبران ما را به رخ ما می‌کشند، جنایت‌هایی که تنظیم‌ها انجام دادن به رخ ما می‌کشند. میگم ما اگر ما به روس‌ها فروختیم، رهبرای شما رفتن به آمریکا فروختن، مسلمانای شما رفتن، اخوانیای شما رفتن به آمریکا فروختن. ما چون به همین دفاع بکنیم؟ و این واقعیت هست. دیروز یکی از برادران میگفت که چطور میشه که ما مثلا بیایم در مقابل حکومت جهاد بکنیم، در مقابل یک حکومت رو سرنگون بکنیم، یا چطور میتوانیم که یک حکومت اسلامی بسازیم، یک نظام اسلامی بسازیم. و الله سبحانه و تعالی برای شما از آسمان که نمیفرستد این چیزا رو، شما باید خودتون بسازید. ملت باید، رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه جهاد نکردن، حکومت تشکیل ندادن، حتی شمشیر در مقابل کفاری که این همه ظلم و جنایت کردن نکشیدن. سمیه شهید شد، یاسر شهید شد، صحابه شکنجه می شدن، سنگ بزرگی را بر سینه بلال می گذاشتن، در ریگ‌های سوزان مکه او را شلاف می زدن. پیامبر از کنار سمیه و یاسر می گذاشت، فرمود که صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنه، صبر کنید ای آل یاسر که موعد شما کجاست؟ جنت است. چرا جهاد نکردن؟ چرا در مکه حکومت تشکیل ندادن؟ چون که دوران مکه دوران تربیت بود. در مکه ابوبکر تربیت شد، در مکه عمر تربیت شد، در مکه سعد و سعید تربیت شد، در مکه علی تربیت شد، در مکه صحابه
در این قرونی که باید ساخته بشن ساخته شدن. بعد از اون که به مدینه آمدن، انسانهایی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت کرده بودند که می توانستند قیادت امت اسلامی رو به دست بگیرند. می‌بینیم که بعد از 23 سال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی از این صحابه، یکی از این کسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت کرده بودند، خالد بن ولید، در آخر هم مسلمان شده بود. بعد از فتح مکه مسلمان شده بود. خالد بن ولید فلسطین رو فتح میکنه، اردن رو فتح میکنه، سوریه رو فتح میکنه، جزئی از ایران رو فتح میکنه. نصفی از سرزمین‌های اسلامی رو در ظرف 30 سال بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 نفر از صحابه فتح میکنه. هنوز 50 سال از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم نگذشته، نصف دنیا رو مسلمان ها گرفتن. یک سر لشکر اسلام به پاریس رسیده بود، یک سر لشکر اسلام به چین رسیده بود، افغانستان و هند و پاکستان و آفریقا و هنوز سرزمین ها فتح شده بود. سرزمین هایی رو که صحابه فتح کرده بودن در ظرف 50 سال، 1350 سال است که امت اسلامی نه تنها بزرگش نکردند، نه تنها که این فتوحات رو وسعت ندادن، بلکه از دست دادن. نصفی از چین رو مسلمان ها گرفته بودن، ما از دست دادیم. در زمان صحابه و تابعین فتح شده بود، ما از دست دادیم. ما فتوحات صحابه رو نتوانستیم حفظ بکنیم. چرا؟ چون نسلی بودن که قرآن کریم توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت شده بودند. به قول یکی از علما و مفکرین، نسل ویژه و خاص تعلیم یافته مکتب قرآن بودند. روزی که سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه از دنیا میره و سیدنا عمر خلیفه میشه، اولین فرمانی که صادر میکنه چی است میدانید؟ برکناری خالد بن ولید از فرماندهی کل مسلمان ها. خالد بن ولید کی است رو زمان میدانید؟ فرماندهی کل لشکر اسلامی رو در منطقه شام تا ایران به عهده داره. یعنی چی؟ یعنی میتونه بگید وزیر دفاع، میتونه بگید لوی درستیز. صحابه گفتن در این وقت حساس، در این وقت جنگ، همه دنیا بر علیه ما است، تو خالد بن ولید رو میخوایی برطرف بکنی؟ گفت بله. وقتی که مردم فکر نکنن که این فتح و پیروزی به خاطر خالد است. و خالد چی کار کرد؟ خالد گفت نه، من این همش ایثار همه فداکاری، بدن چیکه شده، من سالها در اینجا جهاد کردیم، ولی به خاطر امر عمر ما برکنار بشم. نه، سمعا و طاعتا لامیر المؤمنین. خالد بن ولید برطرف میشه، ابو عبیده بن جراح جای او منصوب میشه. کسی که دیروز به مرتبه وزیر دفاع خلافت اسلامی بود، روز بعدش میشه یک سرباز عادی. اما ما همچین چیزایی داشتیم در کشور ما؟ آیا رهبری داشتیم که به دنبال قدرت نباشه، به دنبال چوکی نباشه، به دنبال اعلای کلمت الله باشه؟ رهبران ما در پاکستان، ما شاهد بودیم، شاهد زنده بودیم که در قصرها زندگی میکردن. قدم و حشم و حتی برای گام و گوسالهشان یرکندشم داشتن که مردم برق نداشتن در کمپ‌های مهاجرین. رهبر حماس رو بگویم در خط اول جنگ به شهادت میرسه، آخرین رمقش در مقابل اشغالگرا میسته. اما رهبران ما در حسب‌هایشان در پاکستان امروز در کجا هستن؟ امروز ببینید که در استانبول هستن، در دبی هستن، در اروپا و آمریکا هستن، در فکر عیش و عشرت خودشان هستن. پس چطور حالت ملت ما تغییر بکنه؟ چطور من امروز بیایم در مقابل یک کمونیست، در مقابل یک جنایتکار ملحدی که دیروز افغانستان رو به روس‌ها فروخته بود، چطور من از کی دفاع بکنیم؟ به روخ ما میکشن. شما یک جنایتکار رو میارید میگید قهرمان ملی، یک جنایتکار دیگر رو میارید میگید که نمیدونم فلان. خب ما هم به نجیب میگیم که قهرمان، نجیب میگیم شهید. جنایت رهبران شما میگه از جنایت دکتر نجیب که کمتر نیست، بیشتر است. متاسفانه اینطوری زبانه، چون که ما درست است جهاد کردیم، مقاومت کردیم، فداکاری کردیم، اما تربیت نکردیم.
بر عقیده مردم کار نکردیم، ایمان و توحید رو در دل مردم نهادینه نکردیم. من یک روز در جمع بزرگان تنظیم ها در یک جای گفتم ای کاش همان مصارفی رو که تنظیم های ما در پاکستان در جنگ های روزنامه‌ای و تبلیغات بر علیه دیگر استفاده کرده بودند، همان مصارف رو در راه بیداری و توحید و عقیده صحیح برای مهاجرین افغانی میکردن در پاکستان، امروز دنیا برو فرستان بود. امروز به خاطر قوم، به خاطر زبان، به خاطر تنظیم هم دیگر رو نمی کشتیم. متاسفانه این مشکلی است که داریم و حقیقت است.